کارمندان شعبه آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت روند دوامناکی و اشتراک دانشجویان در درس‌ها را می‌سنجند. از جریان همین گونه سنجش در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов گزارش نوبتی آماده شده است. شعبه آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان و جوانان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت نقشه کاری را ترتیب داده است که تعیینات آن تامین معیارهای مقرر نموده قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات عالی کسبی و تحصیلات کسبی بعد از مؤسسه عالی تعلیمی و سنجش و نظارت دوامناکی و اشتراک دانشجویان به درس، رعایت پوشیدن لباس توصیوی و هنگام تشریف آوردن به دانشگاه استفاده نبردن دانشجویان از نقلات شخصی هدف آن میباشد. از روی نقشه نخستین رید یا سنجش پگاهی روزی در صحن درآمدگاه بینای اساسی تعلیمی رقم 2 دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов گذرانیده شد. در رفت گذراندن سنجش مشاهده میشد که بعضی از دانشجویان طلبات نظامنامه مقرر نموده برای مؤسسه‌های تعلیمی را رعایت نکرده مناسبت بی‌پروایانه دارند. چنانچه 16 دانشجو به لباس درسی توصیه شده و 32 نفر بعد ساعت 8:00 دقیقه به درس حاضر شدند که دانشجویان فاکولتت‌های زبان‌های خارجه، زبان‌های شرق، تحصیلات ابتدایی و پداگوژیکای مخصوص، مالیه و اقتصادیات بازار دانشگاه میباشند. نتیجه سنجش برای چاره‌جویی به رهبریت دانشگاه دولتی خوجند پیشنهاد کرده می شود که مقصد آن بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت و بدور نمودن حس مسئولیت شناسی دانشجویان است. همین گونه سنجش‌های ناگهانی در دیگر دانشگاه، دانشکده‌ها و کالج‌های تعلیمی گذرانیده می شود.